وایي چې غوټې پسې وهي په لاس به درشي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. حکاکی به استازی ځای ته ورځو چې په څه شکل باندې دوی کې جنسونه چند کارگر همراه شما مصروف کار هستند؟ امروز ما کارگر کدام بخش اصلا؟ این بخش قبل گفتم بخش مجسمه حیوان است. بیننده عزیز جالب چیزا را جور میکنه. این کدام حیوانه؟ گاو است نه؟ گاو. این نقشه رو نشان بده. خب امروز امی پروگرام داشتین که اینا را کلگی جور کنین؟ پدر ما قسم انتی فروشی میکرد. خب ما مشابهت کمی داره بیم به می مارکت کار میکنیم به می کوچه بودن. وایي چې غوټې پسې وهي په لاس به درشي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. د سلک ټایم یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو په سلامونو ستړي مشي مو هرکلی کوم. ارزومند یم چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او صحتمند اوسئ او خوښ او خوشحاله په دې هم خوږو لیدونکو چې یو ځل بیا درته په یو خپرونه کې چې هیوادني تولیدات دي کوربتوب او له تاسو سره په دې خپرونه کې مل او ملتیا کوم. ارزومند یم چې تر اخره پورې مې ملتیا وکړئ او د خپرونه سره تر اخره پورې وګورئ. راز درته د خپرونې په اول کې نه افشا کوم، پرېږده چې په خپلو دیده سترګو یې ووینئ. د څه شي مشاهده در باندې نن کوم؟ یاقوت به انشاءالله ګورو، زمرد به ګورو، بیروج به ګورو، زبرجد به ګورو او ورسره په څنګ کې لاجورد به ګورو. ماشاءالله دې پټین او جیټ او سرپنټین او پسې راتېر شه ګرینیټ او الحمدلله په سلګونو رقم په زرګونو رقم موږ خپل داخلي د معدنونو نه تیږې لرو، قیمتي او نیمه قیمتي تیږې لرو چې د هغې د جملې نه به یو بعض تاسو ته در وپېژنم چې څه ترې جوړېږي، کومو هېوادونو ته صادرېږي او ورسره په څنګ کې څونه ډېری افغانان او دوستان بالخصوص د کاروبار باندې اخته دي. خبرې خپله را لنډوم، ورځو د خپرونې په لور. زیورات سنگا و انگشترهای قیمتی که به دست و گردن ما شما چی میکنیم به خاطر زیبایی و زینت خود. جور کردن از این کدام کار آسان نیست. این کلان یک پروسیجر میخواد که بالاخره از این انگشترها و چیزا جور شود، بالاخره ما و شما از او استفاده بکنیم. بالاخره میایم به کجا بیننده عزیز؟ رسیدیم به یک مرکز حکاکی که اینجا استاد مصروف کار است و میخواد که یگان چیزا را که به شما میخوایم که در طول برنامه به شما نشان بدیم، امو جور کردن و پروسیجری یعنی جنسا را به شما نشان بدیم و با امید که یکجا مشاهده کنیم. که خوږو لیدونکو داخل د حکاکی د استازۍ ځای ته ورځو چې په څه شکل باندې دوی کې جنسونه جوړوي. نو ارزومند یم چې راسره یو ځای وګورئ او ملتیا مې وکړئ. خوږو لیدونکو د کارخانې داخل ته ورځو. صاحب د کارخانې سره هم زړه خواله کوو او دغه د ځینو جنسونو د جوړولو د دې تیږو په هکله هم ځینې معلومات اخلو. سلام علیکم برادر. بخیر. سلام برادر، خوب هستین؟ بخیر. قربان، ممنون. بخیر باشید. خودم معرفی کنین اول. بیننده عزیز به شما معرفی کنیم میکنیم ما میذاریم. نام اسدالله است. امی صاحب یکاکی هستم. درست است عزیزم. اسدالله جان اینجا چند نوع جنس شما جور میکنیم؟ اینجا ما با بخش تولیدات ما زیاد است. مثلا ما بخش مورای شکل کنه جور میکنیم. خب درست مورا جور میکنیم نو هم با شکل کنه که دیزاینام او شاید از 1000 دیزاین بالا شود. اون نمونه میتونیم چند تا شمار نمونه نشان بدیم. با اینجا بخش ما حیوان داریم، حیوانات چجور میکنیم؟ جناور. درست جناور. و دو طرف بخش ما رو نشان بدم در یک دکان است. نیمش بخش مورا سازی است، نیمش بخش حیوان سازی، حیوان و چوچه مجسمه دیزاین حیوانات. چند کارگر همراه شما مصروف کار هستند؟ همراه ما کارگر 6 کارگر هم مصروف است. درست است. خب میتونن که می یگان سنگا را برای ما نشان بدین؟ مثال این یک نوع کار ماست. شما اگر نزدیک ببینید چه کنین ببینین این بسیار سنگ خوبش است. این وای جت میگن. این سنگای کمیافت است. وای جت سنگای خوبش است. این یکی از ما سرزی کند میکنیم. سرزی کند میکنیم. باز این ما ارزان میکنیم. یک دست شکل کنکوری دست میذاریم کنه میکنیم. باز میکنیم خارج. درست است. امی برادر ما که مصروف اینجا کار است، امرای ازی هم میخوایم که یک مصاحبه کوتاه داشته باشیم. سلام برادر. و علیکم سلام. جور خیر. خوش آمدید لاله. خیر اوسه. څنګه صحت بجا څنګه ده؟ شکر ده خدا خیر. ولې د وجود اوار رپیږي؟ څنګه د وجود اوار رپیږي ولې؟ صاحب رفیق نه ماشي. طبیعت برابر ده. ننګرهاري
نه قرهباغ. قرهباغ د کابل طبیعتونه مجازونه څنګه دي؟ شکر د خیمه. انګور خو دې ټول نو شیجان کړ، اوس کمی میوه وخت دی. اوس میوه چې اوس مېز دی او توتیان دي. خپل ځان سره راوړي؟ نه مې دراوړي. لږ لږ خوراک نه چې انرژي دې زیاته شي. مال د وطن کې خو دلته نه کېږي. هلته ځان چارج کې به دلته راځي. او مصروف د څه کاري؟ مصروف دغه مرۍ شیان جوړوم، د کاکۍ ډیزایندار مرۍ دي دغه جوړوم. خلک وایي پیسې پې نه ورکړي 2000 ګر ته کوي، دا رښتیا ده؟ او کیا یعنې تاسې دا شیان جوړ کوي؟ دا مرۍ په څه شي کې استفاده کېږي بیا؟ دا نو استاد ته معلوم چې څه استفاده موږ یې جوړوو، خو دا مرۍ جوړوي بیا دا زړوي بېرته بیا دا خارج ته لږ لکه زوړ حساب مال خرڅېږي. نو په هر ځای کې د ځوان شي قدر ډېر وي، دا څنګه د دې زړو قدر ډېر دی؟ خو بس دا لکه قدیمي آثار دي، دې خاطر ډېر خلک خوښوي، که نه خلک نوی شی نه خوښوي، پخوانی شی. اوس تاسو کاري په خپله؟ او د دوی د خوا نه چې کوم امتیازات درکول کېږي ګزاره د بچکو پې کېږي؟ او ښه صحیح ښه صحیح، ښه خوشحاله. اصل نمرې مې درکړه، زما د خوا نه خوشحاله وکړه. خیر اوسه ورور. کیا ګرانه وروره اخري پوښتنه، نامزاد دپاره کومه غاړکۍ ماړکۍ شی دې جوړ کړي؟ یو قلب مې جوړ کړی و، خو نامزاد ته نه، خپلوان ته قلب. دا خبره بیا تکرار کړه. یو دل مې جوړ کړی و قلب، هغه مې جوړ کړی و، هغه نامزاد نه یو بل چا ته تحفه مې وړی و. دا نو څنګه ما ویل زه شکر چې مات شوی نه دی. او بس صحیح. ته خوشحاله اوسې. خیر اوسه خیر. بیننده عزیز بازم خوش آمدین. آمدیم در یک بخش چی میگه حیوانات جنسا رو جور میکنه. جالب جای آمدیم باور کنیم. یا اسد جان عزیز کدام بخش اصلا؟ این بخش قبل گفتم بخش مجسمه های حیوان است. خب میتونه که بگیرین اون معلوم میشه. ببینین اینجا مثال مقبول. بیننده عزیز جالب چیزا رو جور میکنه. این کدام حیوانه؟ گاو است نه؟ اوه گاو است. گاو است. خب این بخیر کلان میشه بیننده عزیز. با شیرش به شما هم روان میکنیم. این شیر است. خب این شیر است. از این سنگ جور کرده. درست. اینی کلانه است اینجا. خب اینه کلانه است پرتکین نشده. خب خام از این کار خلاص شده. این تو مونده. این کدام مرحله است؟ این مرحله ابتداییش است. این مرحله کارش زیاد مونده. درست. این کارش نشده. بیننده عزیز امروز یعنی دادرم یک صحبت میکنیم که بچی نو چی رقم جور میکنه. سعی کنیم شما خو این می مجسمه هستند عکس پیش روی خود مانده ماشاءالله. خوب یک استادی کلان است. یک چیزی دیگه برات نشان میدیم. نه بیننده عزیز سعی کنین ماشاءالله ماشاءالله. تانوز میگه کارش کامل نشده. بیننده عزیز ولی جانم صداقت میگه مهربانی شما میتونیم که برنامه خود ادامه بدیم. تانوز البته اجازه نبود. خوب بر صورت بیننده عزیز میایم این جنسه که شما مشاهده میکنین که استاد بچی نو میسازه. شما سعی کنین چی میسازه نمیفهمم کدام استاد عزیزم. سلام برادر. سلام علیکم. خوب هستی جان شما جور؟ برادرم ماسک تا پایین کنین دیگه لطفا. او ماشاءالله خوب هستین؟ سعی کنین بیننده عزیز ماشاءالله چقدر مقبول جوان است. خوش آمدید عزیزم. شکر. شما خوب هستین جان شما جور؟ بخیر باشین. خدا معرفی کنین بیننده عزیزم. اسم ذات الله ولایت باغ جمال باشنده ولایت غزنی. عزیز الله جان عزیز. عزت الله. عزت الله جان عزیز. یعنی ماسک خو ما دور کردیم. علی بیننده عزیز ماشاءالله اینا سیدی کاکا جوان است. خب عزت الله جان گفتی نی؟ عزت الله جان عزیز چقدر مدت میگذره که شما مصرف این کار هستین؟ تقریبا 1 سال میشه. 1 سال میشه؟ کار کجا یاد گرفتی؟ دمینجا. دمینجا؟ ما بعد چقدر وقت یاد خواهد گرفتیم؟ خودت در مدت 1 ماه 2 ماه یاد خواهد گرفت. یعنی استاد کاریش در 1 ماه 2 ماه آدم یاد گرفته میتونه؟ ان شاء الله. خب چند نوع جنس را شما تولید میکنید؟ جنس‌ها زیاد است مطابق عکس دیگه. عکس‌ها است. مطابق عکس جور میکنیم جنس‌ها. کدام روز عکس خود جور کردی؟ نه. چرا؟ خوبش نمیاد عکس خود جور کنیم. خوبش نمیاد. ماشاءالله قشنگ آدم معلوم میشی. بیننده عزیز امیالی که مصرف کار سرش بوده می بیادر ما سعی کنین. این چی است علی؟ این گاو است. گاو است؟ او بیادر نه گوشش معلوم میشه نه شاخش. این گوشش است این شاخش. شاخش پس انتر جور میکنی؟ تکمیل نشده تا بود. خب این عکسش است.
درست است عزیزیم. این نقشه رو نشان بده. خب امروز امی پروگرام داشتین که اینا را کلگی جور کنین. در چقدر مدتی را جور میکنین؟ یک مثلا یک گاوا یک گاو 2.5 ساعت 3 ساعت میشه. زیاد وقت میگیره دیگه جور کردنش. سخت سنگ است دیگه. از سنگ جور میکنین. سنگایش از کجا میاد؟ سنگش میخریم زیادش از غزنی میاریم خود ما دیگه، زیادش میخریم در کابل پیدا میشه. کابل دیگه سایر ولایت پنجشیر بدخشان اینجا سنگای لاجورد است. امرا یعنی کس بتان درس تعلیم چیزی خواندی؟ تحصیل بچن صنف 12 است. حالا صنف 12 است. درس هم میخونی؟ بعد از وقت درس خواندن باز می کار خودت میکنی؟ کار میکنی. روز چقدر میمونه؟ والا دیگه مجبور میکنم بیادرای میفروشه. خب بیننده عزیز خوش آمدید، یک بار باز خوش آمدید به شما میگیم، با امیدی که کارگاه حکاکی خوشتان آمده باشه. میریم امو جنسایی که از دمی کارگاه جور میشد که ما و شما یک جا مشاهده کردیم، با داخلی دکان انتیک فروشی و صاحب می دکاندار میریم. پیش امی انتیک فروش داخل میریم که چین و جنسازی جور شده و با کجا صادر میشه، از چین و سنگا جور میشه. در این مورد امرای امی دکاندار یک مصاحبه کوتاه میکنیم. سلام برادر. سلام. اجازه است برادر؟ خوش آمدید. خوش باشین عزیزم، بخیر باشین. بیننده عزیز خوشبختانه باید بگم برادر خوش شما مشاهده کردین در برنامه که امرای ما همکارم بود. اینجا دکان هم داره. امو جنسایی را که شما در فابریکای حکاکی یا چی برش میگه ما قدر بلدیت دی چیزا نداریم. خب بازم بار صورت همون ماشینری که شما دیدین همی سنگاره که از یه چیز جنسا را جور میکرد آمدیم بالاخره با مو جنسا. اسد جان عزیز چقدر مدت میشه که شما مسئول این کاروبار هستین؟ حالا از ما تقریبا 4 سال میشه که دمی کاروبار مصروف هستیم، دمی عرصه کاروبار میکنیم ما. 4 سال میشه. خودتان از این جوانی شروع کردین یا یک کسب پدریتان؟ و کسم پدری ما کسم اصلا انتیک است. این کسم انتیک نیست، از ما حکاکی است. پدر ما کسم انتیک فروشی میکرد. خب ما مشابهت کمی داره به می مارکت کار میکنیم، به می کوچه بودن. اما چون که انتیک فعلا بسیار بازارش کم رنگ نیست، خود بون پیدا نمیشه اصلا. بله. کم شده و ما مجبوریم به کارهای حکاکی که بازارش خوب است دمی کمی خدای چی کردیم مصرف کردیم. درست است اسد جان عزیز. جنس بیننده عزیز شما مشاهده میکنین میبینین بیننده عزیز شما می جنسا رو میبینین جالب چیزا رو جور کرده. میخوایم که امرای می بیادر گپای خود یک ذره طولانی بسازیم تا که می چیزی معلومات که شما میخواین که او هم کامل شود. اینجا جنسای زیاد به نظر میآید از سنگای سیاه جور شده. البته اینی باز خود شما جور میکنین؟ بله این کارخانه قبلا که ما تو بر رفتیم دیدیم. بله. اینا اونجا جور میشه کلا زیاد. درست است. خب علی مثلا قیمتی ازی او قدر به شما یک چیزی به دست میآید که اونم مصارف خدا بکشه و یک چیزی به شما بمانه؟ خوب است. ای تو بازار زیاد تو چیزی نیست که تمام که ما بسازیم و صبح بفروشیم پیسه نقد بکنیم. بر ما خوب است. وارم میکنم. مثال فرض که ما روزانه میره 3 تا 4 تا جور میکنیم. بله. این ما مثلا میفروشیم دانه 700 800 همه خوب بفروشیم 800. بله. اما 600 تا 700 تا 1000 فروش است. روزمز دیگه کشیده میشه. خوب است. روزمز میشه و یک چیز خوب است و قضیه چی نیست. بر ما وارم میکنه. یعنی خوش هستم دستمزد ما بر ما خوشایند است. سنگایش از کدام ولایت افغانستان استخراج میشه و با کدام کشور شما را صادر میکنید؟ این سنگ زیاد معمولی است. سنگای قیمتی می بود بازوی با این قیمتا ما نمیدادیم. این قیمتای ارزان چون سنگش بر ما مفت است. این سنگ به نام سنگ گزک است. این طرف پلچرخی اونجا که پیدا میشه به سرکناو از سنگ فروشا ما اینو میگیریم. بله. سنگش فکر کنم مفت ما بر ما میاد. سنگ ارزش نداره. سنگ ریزه از اونجا اضافه برشاش میگیریم این چیزا رو جور میسازیم. و صادرات ما زیاتری به چین و تایلند فعلا ما داریم. به چین و تایلند میفروشیم. میره به چین تایلند صادر میکنیم. با چه خاطری اینا رو خوش میکنه اون مردم؟ والا چیز و زیاتر مردم شوقی هستن. چیزا بسیار شوقیانه میخرن. و دومن این چیز سابقه از طرف کنایزی طرف از طرف اصلی باختری و تاریخ سابقه است. از اون لحاظی رو میخرن. خوشش میاد. خوشون میاد. خوش جونم می. از ما هم خوشم میاد بیننده عزیز. جالب چیز است. گادم متوجه شو گوسپنده کس چیز گوسپند کوچیک جور کرده. ولی جان کوشش میکنه که دمی تصویر بکشه با شما ببینید مشاهده بکنید. 4 دلار میدم 4 دلار. همین اینو کاری زد.
مثلا این سنگا هست نشان تو میتونم. باش. مثلا این سنگای گورنت است. خب سنگای گورنت است. این سنگای نسبت ما قیمت‌تر می‌فروشیم. این ببینید وزن زیادتر است. این سنگ گورنت است. این اصلی سنگاس خاندان یاقوت است. خو ارزش نداره قدر ارزش بسیار پایین است. خودمون کاتگوری ها میاد امروز خاندان میاد. این ماشینی رو از کجا آوردین شما که این حکاکی میکنین؟ این ماشین یه فرمان از کابل مارکت این فروخته میشه. از پاکستان هم زیاد میاد این ماشینا ریزی. درست. چین پاکستان. اینیا مثلا قیمتایش از 3000 خب گارنت است. گارنت اصلی خوب گارنت است. این فرند افغانستان ارزان از باز خارج یا قیمت‌تر است. بیننده عزیز یک شاگرد جیب بندازیم خب یا خرچه مرچه کشیده میشه از این. اختیار داری. اسد جان عزیز قربانتان ممنون. خب بیننده عزیز همین تو پیش میریم برنامه ما یک کمی دیگه ادامه داره. بیننده عزیز ایرا کانکروچ میگه یگان مردم نامای دیگه برش میخوانه و مقصد یک چیزی هست از بخش خزنده دا خو ګولیدون کو تیګه به دومره قیمتي وي یا بنوي خو لاسي کار پکې شوی دی زموږ ډېری هیوادوال په موجوده شرایطو کې په اوس حالات کې د دغې په حکاکي یا په جوړولو باندې اخته دي د دغه تیږې تراشي او بالاخره د دغسې تزیناتي اجناس جوړوي په لحاظه ملتیا مې وکړئ. بیننده عزیز خوش آمدید به شما میگم. امرای می بیادر ما دمی دکان رو بروی شدیم میخوایم که یگان معلومات دمی موردی سنگای قیمتی و همچنان پروشات خود کاروبار خود و چقدر مدت میگذره که مصرف می کاروبار. سلام بیادر. و علیکم السلام. خوش آمدی بیادر. خوش باشی. خوب هستین؟ قربانتان ممنون. بیادر عزیز ما خود معرفی کنیم به بیننده ما. شفیع الله هستم. دمی شارنو دکان داریم. این سنگای شما که نام گرفتین از کدام ولایت های میایه و از بچین و استخراج میشه؟ اینیا بنگریا که ساخت میج افغانستان است و بعض اینیا اون ستاره که میبینی ساخت خود مردم افغانستان سابقه کوچیا و دیگه میپوشیدن. خب زیورات سابقه است. نشان داده میدیم با بیننده ما که ببینه. بیننده عزیز با امیدی که خوش کنیم شما هم یک روز اینجا بیاین بخرین. ماشاءالله ماشاءالله. ولی جان دا چې تحفه ویسې وروره کور ته نو څه خوشحالیانې به وي څه ملاکونه به اړول کېږي چې ولی جان تحفه راوړې ده. ماشاءالله خوب لوکس جوړش کده. این کار سابقه است. کار سابقه است. مردم زنان افغانستان یا میپوشیدن اینجا. سمت خوست و گردیزال هم زیاد استعمال میشه و زیادتر مردم را به گند افغانی چیزا استعمال میکنن. گند افغانی که از یک جای میپوشن. نشه که آرایشگاه برای بیادر گندی افغانی هم بپوشه باز زن خود آدم نمیشناسه. سابق میگه بیننده عزیز ما یگان مذاقم میکنیم. سابق میگه کدام نفر ساده همسر خود به آرایشگاه برده بود وقتی که زنش به شروعش میاد میگه همسر ما شما را کدام جای دیده بودیم میگه کورش زنت است مور نشناخته. این رقم جنسای چیزا را که باز بپوشه خب از دیگه زیباییه که برسه میشه. عزیزم چی تقاضا داری از این تجارا کسایی که سنگا را میکشه مثلا کاروبارا را که مصارف در خارج کده اونجا سرمایه خود بند کده سرمایه گذاری کده از چی تقاضا داری؟ حالا تقاضایی است که مردم افغانستان اگر در افغانستان بیان و مردم دنیا ما حکومت نو در رسمیت بشناسه و مردم شاید خارجی ها زیاد بیه باز به اون صورت فروشات مردم ما زیاد میشه خوب میشه بخاطر تا وقتی خارجی ها نبیه فروشات ما همینطور است دیگه فرق نمیکنه نه فکر نکنم که فرق کنه. درست. تشکر. بخیر باشید. زنده باشی اوقات خوب. با اجازه بیادر. زموږ هیوادني تولیدات مو ننداره کړل د دوی د حقاقي پروسیجر مو لیده چې په څه شکل باندې دا جوړیږي سره په څنګ کې تاسو ولیدل چې څنګه تزیناتي اجناس د نه جوړ شوي د لاسي صنایعو او د استادکارانو د لاسونو برکت نو بل اخر ارزمندم چې خبرونه مو د خوخي وړ ګرځېدلې وي که زموږ چینل مو نو سبسکرایب کړئ در سره لایک کومنټ شیر او سبسکرایب کړئ تر یو بل خبرونه چې زه صاحب الله صاحب تاسو په درانه حضور کې حاضرېږم هر چیرې چې یاست ولی جان هم د دعاګانو نه مې راوي د افغانستان د ترقۍ او آبادۍ په اعلان. السلام علیکم.